هر یک سومی که شما در بانک‌های خارجه دارید، من دیروز از انگلیس آمدم، من اینقدر حجت دارم. در کجا شما پول داره، در کدام بانک شما پول داره، من همش میدونم. چی قدر پول ملت شما دزدیده، من گپ بزنم. من تا این وقت شما را احترام میکنم. بدبخت ها، کثافت ها، پلیدا، انا که منتظر جواب باشید. ببینید که ملت شما را چیکار میکنه. من از هیچ کس نترسیدم و انشاءالله که نمیترسم. اگر به خاطر ندادن زمین و ناراضی بودن ما را 30 سال ترمه کنن، ما آماده ایم. شما آدم اینوالید چیکار میکنه در همین روسیه؟ ببینید وقتی ما گپ میزنیم این مرد گنگو کنه نفس کشیده نمیتونه. این مجبور میشه بیا برای 2 سوم پول در همین جوان بیچاره غلط است، نفس کشیده نمیتونه. و میگن که تاجیکستان جنت روی زمین. این مرد اگر جنت روی زمین گرفته است، ما رسید.